الله متعال میگه که او مسلمان ها متوجه باشین که ما بالای شما امتحانات میارم. هر امتحان از خود چی داره؟ نتیجه داره. چرا الله متعال حکمت چیست که الله متعال این امتحانات میاره و نتیجه از امتحانات چیست؟ الله متعال امتحانات میاره برای چند چیز. اول به خاطر ذوب معدن است. انسان که است یک معدن است. شما تا وقتی که معدن از ذوب نکنین، این معدن شایسته نمیشه که از این یک چی ساخته شود، یک زیور زیبا ساخته شود. پس وقتی که در آتش انداخته شد، سختی ها را دید، بازی ذوب میشه و باز بالاخره از این یک معدن یک چیز بسیار زیبا ساخته میشه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الله متعال این تکالیف برای تشریف آورده. هر مصیبتی که برای انسان میرسه در حقیقت انسان از ذوب میکنه، لکن باز این شرف و عزت میده. پس اول برای ساختن معدن انسان هست این مصیبت ها. دوم به خاطر از این مصیبت هاست که وقتی بالا یک مسلمان مصیبت میآید، اشد الناس بلاء الانبیاء، سختترین امتحانات برای کی هست؟ برای پیغمبرها هست. بعد از او به اولیاء الله هست. باز برای کسایی که به انبیا و اولیاء نزدیکتر هستند، برای از اونا امتحانات زیاد است. سختی ها را میبینن، هفته ها غذا نمیافن، مشکلات زیادی را میبینن، از اقارب و قوما و دوست های خود گپای خراب میشنون، حتی مشرکین و بدعتکارا دشنامشان میتن. این کل مصیبت ها به خاطر چی است؟ که الله متعال مقام و منزلت از او را پیش خود بلند میکنه. شما اگر کدام وقت سرتان مصیبتی به خاطر دین میآید، این به خاطر ازی هست که الله میخواد که مقام تو را بلند ببره، منزلت تو را بلند ببره. سوم حکمتش است که معلوم میکنه بندگی بنده های حقیقی را. آیا تو واقعا بنده حقیقی هستی؟ تسلیم احکام الله هستی؟ بعضی کسا که برشان خوب نعمت ها رسید خوب عبادت میکنه، مصیبت که رسید باز فرار میکنه، باز چی جزا و فضا میکنه. نه، الله متعال معلوم میکنه، نشان میده که آیا تو بنده حقیقی هستی. چهارم به خاطر از بین بردن گناه هست. هر مصیبت ولو که یک خار فی سبیل الله، در راه الله، در راه دین الله، یک خار در پای تو چی شود داخل شود، در مقابل از او هم اجر است. اینال فکر کن که تو مرمی میخوری، تو بمباردمان میشی، تو شهید میشی، جسد تو توته میشه. این خب بسیار مقام و منزلت است. این پس گناه های انسان و توسط مصیبت ها از بین میرن. پنجم تمیز الخبیث من الطیب. الله متعال توسط مصیبت ها انسان های خبیث از طیب و پاک، یعنی مجاهد از انسان خوف برده معلوم میکنه. این انسانی که وقت سرش سختی آمد باز این دیگه همه چیز ترک میکنه. الله متعال میگه لیمیز، تا که تمیز بکنه. ششم مصیبت ها به خاطر ازی است که الله متعال قوت و قدرت خدا نشان میده که من قدرتمند هستم و شما ضعیف هستین.
هستن. الله متعال حکمت دیگه چی است که ضعف انسان نشان میده که تو انسان ضعیف هستی، سعی کن با بسیار اندکترین مصیبت ها چه قسم وضعیتت خراب میشه. دیگه هشتم حکمتش چی است که مصیبت ها میه به خاطر از اینکه انسان التجا الی الله بکنه، لجوء به الله بکنه. و نهمش این است که برش الله اجر میده. و دهمش این است که باز در نهایت مصیبت ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، باز بعد از هر سختی الله آسانی را میاره که این بنده از خوشحال میشه. از نتیجه چی؟ همین مصیبت ها باز چی میشه؟ برای فرح و خوشحالی هم در دنیا و هم در آخرت چی میشه؟ 11 درک رحمت الله متعال است که وقتی مصیبت میبینه باز رحمت الله برای نازل میشه. چرا؟ رحمت الله سر کس نازل میشه، دروازه های رحمت الله وقتی بروی یک مخلوق باز میشه که دروازه های مخلوق بسته شود. سر انسان اینقدر مصیبت بیه که دیگه کل مخلوقاتی را جواب بگویه، از مخلوقات کاملا دلش قطع شود، باز اینجا دیگه رحمت الله سر ازی نازل میشه و دروازه های رحمت الله بروی ازی باز میشه. از این خاطر الله متعال میگه ولنبلونکم، و ما امتحان میکنم شما را به شیء، به چیزی من الخوف، از ترس. از ترس چی است؟ شما اگر ببینید یک نفری که در صف جهاد فی سبیل الله است 24 سال زندگی هزی در خوف و سختی ها هست، شبها خواب نمیکنه. علما میگه خوف ترس های دیگی هم است، انواع مختلف ترس ها هست که انسان مسلمان چی میشه؟ توسط از او امتحان میشه که بزرگترین ترس چی است؟ ترس قلبی هست که انسان مسلمان ولو که در دنیا در یک قصر زندگی بکنه، موترهای زیاد داشته باشه، باز هم قلب ازی بین چی است؟ بین خوف و رجا هست. و خوف و رجا دو عبادت قلبی هستن، عبادت های قلبی. پس انسان الله متعال با چی امتحان میکنه؟ به شیء من الخوف، به چیزی از خوف، و الجوع. شیء ایره میگه نکیره هست، نکیره که میگه شد عام میشه که هر قسم خوف چی است بر شما شامل میشه. و الجوع، و بعضی اوقات انسان گرسنه میشه، پس الله متعال شما را امتحان میکنه با خوف و گرسنگی های بسیار سخت. و نقص من الاموال، نقصان اموالتان است. و الانفس، و بعضی اوقات شما عزیزانتان از دست میتین، اولادتان از دست میتین، برادرتان از دست میتین، پدرتان از دست میتین، اعضای فامیلتان از دست میتین. در بسیار حالات است. انسان مسلمان مؤمن وقتی که اولادش در راه الله به شهادت برسه یا در راه الله فوت بکنه، این خوشحال میباشه. لکن بعضی کسا را ببینید که به مجرد یک امتحان عادی دیگه وضعیتش بسیار خراب میشه. این حال الله متعال خبیث و طیب معلوم میکنه. بالاخره کلش امتحانات الله هست. الله متعال میگه و بشر الصابرین، و خوشخبری بده صابرین. علما میگه و بشر الصابرین علی الجهاد، و بشارت بده صبر کننده ها را بر جهاد، به نصری که بر از اینا کامیابی و پیروزی نصیبشان میشه ولو تأخیر شود. و ثانی بعض علما میگن که و بشر الصابرین، و بشارت بده صبر کنندگان را علی الطاعت، کسانی که در اطاعت الله صبر میکنن اینا را بگو برشان پاداش داده میشه. و ثالث و بشر الصابرین علی المصائب بالثواب، و بشارت بده صبر کننده ها را بر مصیبت ها که بر شما ثواب است. آل منفعت صبر چی است؟ منفعت صبری است که وقتی انسان صبر میکنه تکبر ختم میشه. چرا انسان های متکبر هیچ وقت به مصیبت راضی نیستن، چیخ میزنن و نمیخواین که مصیبت باشن و از مصیبت فرار میکنن، از سختی ها فرار میکنن. پس انسان صابر تکبرش ختم میشه. انسان صابر منفعتش است که انسان صابر که از الله هست پیش از او راضی میشه. و امی است که وقتی ما دعا میکنیم و تسلیمی خدا به الله بیان میکنیم و میگیم که چی میگیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. میگیم الله متعال میگه صبر کننده ها کدام مردم هستن؟ الذین کسانی هستن اذا اصابتهم، وقتی که برسد بر زنا مصیبت قالوا میگوین انا لله، ما خاص برای الله هستیم، ای نفوسنا و اهلونا و اموالنا لله، نفس ما و اهل ما، اولاد ما و مال ما کلش مربوط الله هست. لا یظلمنا فیما یصنعه بنا، اگر الله در نفس ما چیز مصیبتی را میاره، در اهل ما میاره، در اموال ما میاره، الله ظلم برای ما نمیکنه. الله ذات عادل است، رحمان و رحیم است، میفهمه که دیگه چی است؟ خیر ما هست. پس انا لله، ما خاص برای الله هستیم و انا الیه راجعون، و ما چی میکنیم؟ به الله رجوع میکنیم. در حدیث شریف است رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ما مسلمین، هیچ مسلمان نیست که تصیبه مصیبتون، بر از یک مصیبتی برسه فیقول باز بگوید
ما امره الله، آنچه که الله برش امر کرد. الله چی امر کرده؟ در مصیبت چی بگین؟ انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که برات مصیبت رسید فوراً بگوی انا لله و انا الیه راجعون. ما از الله هستیم و ما به طرف الله برمیگردیم. رجوع ما به الله هست. باز حساب ما میکنه، کتاب میکنه. این کل چیز ما برای الله هست. باز بگه اللهم اجرنی فی مصیبتی، یا الله در مصیبت ما برای ما اجر بده، واخلف لی خیر منها، و برای ما پروردگارا این چیزی را که از ما گرفتی عوض خوب از برای ما نصیب بکن. الا مگر ای که اجره الله فی مصیبته، الله متعال برش اجر میته در مصیبتش، و اخلف الله له خیر منها، الله به عوض آنچه که گرفته بر از او بهتر و خوبترش برش میته.